سررئیست تفتیشات شهر مسکو روز 24 یونیو سال 2024 از انجام تفتیش پرونده شهروند 20 ساله تاجیکستان بوتایف اسکر علی جانویچ که به خاموش کردن شمع‌ها در یک مبدا پروسلاوی در جنوب غرب پایتخت روسیه ایبدار میشد خبر داد. تفتیشات بر اساس نتیجه تشخیص روانی بوتایف به خلاصه اومدند که او هنگام خاموش کردن شمع‌ها به دلیل بیماری روانی داشتنش مسئول حمله خود نبود و خطرش به جامعه را درک نمی‌کرد. تفتیشات خلاصه داده است که اسکر بوتایف باید در بیمارستان بیماری‌های روحی تحت طبابت مجبوری قرار داده شود. تفتیش پرونده جنایتی نسبت به شهروند 20 ساله تاجیکستان با ایجاب پایمال کردن حقوق شهروندان به آزادی دین و آزادی اعتقاد قسم دوم ماده 148 کودکس جنایتی روسیه به آخر رسید. پرونده با قرار به طبابت مجبوری فرستادن متهم به دادگاه سپرده شد. خبر دادند به خبرگزاری روسی تاس در خدمات مطبوعات سررئیست تفتیشات شهر مسکو.